بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، در برنامه آستانه هستیم و امروز با هم در موضوع وقتی شوخی از حد گذشت موجب آزار دیگران می گردد صحبت می کنیم. در برنامه گذشته عاید هزل و شوخی و حد و حدود آن صحبت کرده بودیم. هزل و شوخی و جدیت دو خصلتی است که وقتی در انسان وجود دارد مناسبت انسان با مردم، خرد و کلان، نزدیک و بیگانه مستحکم می شود. انسان هایی که در وجودشان هم شوخی است و هم جدیت است، انسان ها نه آنها را تحقیر می کنند و نه از آنها می ترسند و می توانند با آنها با راحتی وارد گفتگو شوند. ولی هر چیزی که از حد و حدود خود گذشت دیگر شأن و شرف خود را از دست می دهد. برای مثال تشکرگویی و یا تعریف کردن را هر یک ما و شما دوست می داریم. ولی وقتی تعریف از حد گذشت و برای هر یک قدمی ما هر نفر تشکر گفت و مدح و ستایش کرد، برای ما ملال می شود و می گوییم ای کاش این بس می کرد. عیناً شوخی هم همین طور است. وقتی حد و حدود خود را گذشت و مرزها را عبور کرد دیگر مزه خود را از دست می دهد. حالتهای خیلی زیادی است که دوستان نزدیک با یک شوخی بیمزه و یا شوخی احمقانه دشمنی همدیگر گشته‌اند و حالتهای زیادی هم هستند که وقتی دوستان و خویشاوندان در اطراف میز نشسته‌اند و یا با هم در جشن مهمانی قرار دارند، یک نفر یک شوخی میکند که به نفر دیگر خیلی سخت میشیند و با هم جنگی میشوند، قهری میشوند و جشن به پایان میرسد. و حالت‌های هم هست که به سبب یک شوخی زن و شوهر از هم جدا میشوند و فرزندها نیز در این وقت در کوچه و در همه جا بی کس و کار میمانند. برای همین برای آنکه شوخی ما نه به خود ما و نه به دیگران ضرر رساند باید حد و حدود شوخی را دانسته باشیم تا حد شوخی کنیم که نه به خود و به نه دیگران ضرر رسانیم. برای همین بیایید عاید آداب و شرط‌های شوخی با هم صحبت کنیم. برای آنکه هر یک چیز آداب خود را دارد، حد و حدود خود را دارد و باید از مرزها عبور نکند. اول شده هیچ یک شوخی نباشد هیچ یک شوخی نباید در داخلش ارزش‌های دینی وجود داشته باشد. ریش نفری را مسخره کردن، حجاب کسی را مسخره کردن، کسی را به خاطر نمازش، به خاطر یگان عملی که برای دین و ثواب میکند مسخره کردن گناه کبیره است و حتی انسان را از دین خارج میکند. برای همین وقت منافقین پیامبر و صحابگان را مسخره کردند و گفتند این صحابگان و یا این نفرانی که در اطراف محمد هستند خیلی انسان‌های ترسو هستند اما خوراک خوردن را خیلی دوست می‌دارند. در این وقت آیت نازل شد ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض و نلعب قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. الله میگوید ای پیامبر اگر از منافقین پرسیدی چرا این کار را کردید، چرا شما درباره صحابه ها چنین گفتید، آنها میگویند نخوض و نلعب، ما شوخی میکردیم، بازی میکردیم، جدی نبودیم. ولی تو ای پیامبر بگو آیا شما به الله و پیامبرش و آیت های الله مسخره بازی میکنید؟ لا تعتذروا، شما اعتذار نپرسید، معذرت خواهی نکنید. از برای آنکه شما دین را مسخره کردید کفرتم، شما از دین خارج شدید. چقدر انسان‌های زیادی هستند که یک خواهرک را به سبب چقدر انسان‌های زیادی هستند که یک نفر را به سبب حجابش مسخره میکنند، به سبب ریشش مسخره میکنند، به سبب ارزش‌های دینی دیگرش مسخره میکنند، بیخبر از آن که انسان از دین خارج میشود و خود ناآگاه میماند. چیز دیگر از آداب‌های شوخی این است که باید شوخی با سخن راست باشد. هر شوخی که در داخلش
سخنی کذب و دروغ است، اگرچه خیلی شوخی عجیب باشد هم آن گناه است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ویل له. وای بر حال انسان‌هایی که دروغ میگوید تا اینکه مردم را بخنداند. وای بر حال او و وای بر حال او. دروغ گفتن باید سبب داشته باشد، اما خنده کنانیدن دیگران به سبب خنده دیگران خود را به دروغ زدن که گناهی کبیره هست، البته که ویل له، وای بر حال او می باشد. و اینجا وقتی که درباره دروغ گفتن صحبت کردیم، البته یکی از شوخی های در این زمان خیلی مشهور ترسانیدن است. ترسانیدن مردم با سبب هزل و شوخی، چه در دوربین ها باشد و یا از کامراهای خفی باشد، میبینیم که مردم را با یک هزل و شوخی میترسانند و همه خنده میکند، در حالی که پیامبر میگویند لا یحل لمسلم ان یروع مسلما. هرگز برای مسلمان حلال نیست که مسلمان دیگری را بترساند، چه از روی شوخی باشد چه از روی جدیت. برای همین هر هزل و شوخی که برای یک نفر را خندانیدن نفر دیگر را میترسانیم، چه این ترس از ترس های بزرگ باشد و یا کوچک، در آن گناه وارد است و مسلمان نباید نه به شوخی نه به جدیت سبب ترسیدن خواهر و یا برادر مسلمانش باشد. و هر روز ما در یوتیوب باشد و یا در جایهای دیگر میبینیم که مردم زیاد خیلی خنده میکنند و یک نفر میترسد، میهراسد و میگریزد، در حالی که مردم عادی به او خنده کرده ایستادند. خدا میداند که در قلب آن نفری که الان ترسیده ایستاده است و برایش فیلم سازی کردن چه ها میگذرد. برای همین اگرچه شوخی کردید و یا خواستید دیگرها بخندند، اما یک نفر را ترسانیدن جایز نیست. از یکی آداب‌های دیگر باشد نباید در شوخی مسخره دیگران و یا طعنه و پست زدن دیگران وجود داشته باشد. وای که امروز چقدر شوخی ها هستند که در نمود شوخی هستند، اما داخل آن شوخی ها پر از مسخره دیگران، تحقیر دیگران، پس زدن دیگران، به عرض و ناموس دیگران صحبت کردن است. به ظاهر میخندند اما در داخل مقصد دیگر چیز است. برای همین الله میگوید یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای آنهایی که ایمان آورده اید، هرگز قوم از شما، مردم از شما، مردم دیگر را مسخره نکند، پست نزند. خود مسخره کردن یک نفر را از خود پایانتر دانستن می باشد و الله می گوید شاید کسی که شما مسخره می کنید از شما بالاتر است، قدر او از شما بالاتر می باشد. و انسان های زیادی هستند که مسخره بازی می کنند، شوخی می کنند و می گویند الان به صورت حساب شما این درجه پول گذشت و یا اینکه الان برای شما هدیه آوردیم و الان حالت‌های هست که ما برای شما چیزهای می‌دهیم که شما از آن بیخبر هستید. در این وقت یک نفر دیگر این را جدی می‌داند، مخصوصاً پیامک‌ها و یا رساله‌هایی که در تلفن‌ها و یا حتی در شبکه اجتماعی به یکدیگر می‌فرستند که این را بگیرید برایتان هدیه آمد و یا این را بگیرید برایتان تحفه می‌دهند، در حالی که مسخره کردن مردم میباشد. و این نمود مسخره کردن را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در روز قیامت برای شخصان مسخره کننده درهای جنت گشوده می شود و این انسان هایی که دیگران را مسخره می کردند دویده دویده با غم و اندوه می روند که الحمدلله به ما در جنت گشوده شد. اما وقت به دروازه جنت رسیدند، دروازه جنت به آنها از نو پوشیده می شود و این حدیث در بیهقی وجود دارد. پس سزای عمل آنها و جزای عمل آنها با آنی بود که با مردم کردند. وقتی شما با مردم مسخره بازی کردید که از آن میدهم و از این میدهم و ندادید و خنده کردید که چه خیل من او را مسخرش کردم و گفتی خودمان بابش کردم، در روز قیامت درهای جنت هم با شما این گونه مسخره بازی میکند. و یکی از شوخی هایی که
به ظاهر خیلی شوخی هست، اما در داخلش آبروریزی هست و یک نفر را تمسخر میکنند یا عائله‌اش یا عائله‌اش رو یا فرزندانش رو یا خودش رو یا یک نفر رو موضوع اساسی جلسه خود قرار میدهند. در مهمانی همه حضور داریم، همه با هم هستند، ولی یک نفر میخواهد آبروی یکی از حاضرین رو قصدن باشد و یا خطااً بریزاند. یک باره یکی از کارهایی که پیشتر شده بود آن را میگوید و به خنده میدراید. درست که همه خنده میکنند و آن نفری که عاید او مسخره شده ایستاده است او هم خنده میکند، ولی اینجا او با قلب خود راضی نیست و وقتی او با قلب خود راضی نیست البته که نفری که مسخره کرده ایستاده است گناهگار است و نباید که این کار را انجام میداد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره. مسلمان برادر مسلمان است. مسلمان به برادر خودش ظلم نمی کند، او را در تنهایی نمی ماند، او را به کسی نمی فروشد و البته که او را تحقیر نمی کند، پست نمی زند. سپس می گویند التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. به قلب خود اشاره کرده می گویند بدانید که تقوا اینجاست، پرهیزگاری اینجاست. پرهیزگاری در صورت شما نیست، در شکل شما نیست، در قلب شما است که الله این را میداند. در دوام حدیث میگویند بحسب امرئ من شر ان یحقر اخاه المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. پیامبر میگویند به یک نفر مسلمان کافی است از بدیها که یک برادر مسلمانش را تحقیر کند، شأن و شرف او را، آبروی او را در بین مردم ببرد. اگر یک مسلمان در حیاتش هیچ یک کاری خطایی نکرده باشد ولی آبروی یک نفر مسلمان دیگر را برده باشد همین بدی برای او کفایه است. و در دوام حدیث که در مسلم است پیامبر میگویند بدانید تمام وجود یک مسلمان برای مسلمان دیگر حرام است. خون مسلمان، مال مسلمان و آبروی مسلمان. پس آبروی مسلمان را اگرچه از روی مسخره بازی و یا شوخی ها هم که میبریم بدانیم که این کار گناهی کبیره هست و بردن آبروی یک نفر مسلمان چه در نزد انسان های کوچک و یا جمع کوچک و یا جمع بزرگ برای خود ما پیش از همه ضرر دارد که ما حرمت و یا حدودی که الله برای ما گذاشته بود آن را انتهاک کردیم. و یکی از علمای بزرگ خالد ابن صوفان میگوید شما خیلی مردمی عجیب هستید. یک برادر مسلمانتان را خیلی یک شپاتی سخت میزنید که حتی به زمین میافتد، البته با سخنتان. سپس با سخن خود یک برادر مسلمانتان را از ذره هم کوچکتر میکنید، شأن و شرفش را نابود میکنید. سپس بالای یک برادر مسلمانتان با سخن خود تانه‌های علاب را میپاشید و میگوید من شوخی کردم. یعنی شما هر کاری که میکنید بالای یک برادر مسلمان میکنید و میگوید این شوخی بود. برای همین بعضی از حکما میگویند بدانید که هزل کردن هم دشنام است، ولی دشنامی که با خنده برای شما میگویند. بعضی وقتها گمان میکنید که با شما شوخی دارند، اما وقتی ته شوخی را کفت و کوف کردید میبینید که تمام شوخی تحقیر شما، مسخره شما، آبروی شما را بردن، آبروی عائله شما، ناموس شما را بردن است. پس باید وقتی شوخی میکنیم باید خیلی احتیاط باشیم که آیا ما شوخی کرده ایستادیم، همه را خندانیده ایستادیم و یا ما یک نفر را تحقیر کرده ایستادیم و یا یک نفر را مضحکه عام و خاص کرده ایستادیم. و درباره خود شوخی پیشتر در برنامه هم گفته بودیم که عزیزان می توانید در سایت پیام تلگرام پیدا کنید. گفته بودیم که شوخی را ما برای خرسند کردن اطرافیان و یک باره اعصاب خود را دم دادن میگوییم و یا در جمعی که مردم دیگر خسته شدند و به ملال آمدن یک شوخی کوچکی میکنیم که همه تعبش به جایش آید.
ولی شوخی که تحقیر یک نفر است، مسخره یک نفر است، این شوخی نیست. این آبروی یک نفر را خنده کنان از بین بردن می باشد. و درباره شوخی نباید شوخی از حد و حدودش گذرد. برای همین امام غزالی میگویند از بزرگترین خطاگی ها این است که شما شوخی را هنری خود قرار دهید. وقتی شوخی از حد گذشت و یک نفر را همچون مسخره باز شناختن، کسی سخن او را جدی نمیگیرد و بعضی از علما میگویند ببخشید که اطراف انسان‌های مسخره باز همش احمق‌ها جمع میشوند، احمقانی که بجز شوخی چیز دیگری، جدیت دیگری را نمیخواهند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم شوخی‌های خیلی باشمار دارند، اما موضوعها و یا جدیت‌هایی که درباره پیامبر است خیلی زیاد است و هر یک صاحب علم و یا هر یک بزرگ رو اگر در حیاتش نگاه کنیم شوخی دارد، اما جدیت افضلتر و باید مسلمان جدی باشد. این چونین وقتی که ما با نفر شوخی میکنیم، یکی از قاعده های خیلی خیلی مهم این است که ما بدانیم که با کی داریم شوخی میکنیم، زیرا در شوخی کردن همه برابر نیستند. نباید با خرد و کلان، نزدیک و بیگانه، هر که هم باشد یک نوع شوخی کرد. شوخی جای خود را دارد. انسان‌هایی هستند که شوخی را نمی‌فهمند، از اهل هزل نیستند. وقتی با آنها شوخی کردیم این از حکمت نیست، یک بار قهری می‌شوند، به غضب می‌آیند و یا آبروی ما را می‌برند. و انسان‌هایی هستند که وقتی شوخی کردید، اگرچه شوخی شما یگان مسخره تحقیر نسبت آنها نیست، شوخی را برای خود میبرند. و البته که شوخی کردن با بزرگان، انسان‌هایی که از ما بزرگتر هستند و البته که یک نفری که از ما بزرگ است، آبروش هم بزرگ است، شوخی کردن این دور از ادب می باشد. برای همین حضرت عایشه رضی الله عنها میگویند پیامبر به من گفتند انزلوا الناس منازلهم، شما مردم را به منزلتشان بمانید، هر یک مردم را به منزلت او، به آبروی او، به جایگاه او نگاه کرده معامله کنید. و اگر شما به همه یکسان شوخی کردید، شاید نسبت کسی ظلم کردید، کسی را تحقیر کردید، نسبت نفر بی‌ادبی کردید. و شوخی که با همسنفان میکنند هرگز با پدر و مادر خود نمیکنند. شوخی که با خواهر و برادر خود میکنند هرگز با همسایه و تقا و خاله خود نمیکنند. هر یک نفر مکانت خود را دارد و نه من شوخ هستم، وقتی شوخی میکنم همه خنده میکنند، گویان در همه مکان در نزد همه شوخی کرده نمی شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لیس منا من لا یرحم صغیرنا و لا یعرف شرف کبیرنا، از ما نیست هر کسی که به کوچکان ما رحم نمی کند و عزتی نفران بزرگ ما را نمی داند. و امروز که این یوتیوب پیدا شد و دیگر تمامی وسایل اجتماعی پیدا شد، میبینیم که یک نفر شرفمند، یک نفری که در نزد امت عزت دارد، در بین مردم عزت دارد، با کتاب‌های خود مشهور است، با عمل‌های صالح خود مشهور است، یک نفر، یک جوانی که هنوز 20 ساله است، 21 ساله است و چیزی از او نیست، میبراید دیگر او را مسخره میکند، با نام‌های قبیح او را صدا میزند و درباره او عکس‌ها و صورت‌ها پیدا میکند و ببخشید باز هم دعوا دارد که مسلمان است، در حالی که پیامبر میگویند از ما نیستی اون نفری که بزرگان ما را احترام نمیکنی. اما نو گفتن امانت که وقتی گفتیم بزرگ، بزرگی به سن و سال را هم در نظر داریم، ولی انسان هایی که سن سالی بالا دارند اما در بین مردم با ظلم مشهور هستند و یا اینکه با فسق و فجور مشهور هستند، آنها را مسخره کردن، غیبت کردن، آبروی آنها را بردن گناه نیست. زیرا وقتی که یک نفر عزت دین را نمیداند، عزت مردمی عادی را نمیداند و خود را در بالا مانده است و مردم دیگر را تماما برده حساب میکند، او هیچ عزت ندارد، آبروی ندارد،
حرمت ندارد. برای همین ابو جهل، ابو لهب و این چنین نفران دیگری بودند که پیامبر میگفتند او فاسق است، او فاسق است. یعنی با کلمه های صدا میکردند که نام اصلی آنها نبود، اما به سبب آن همه گناه آنها، با فسق و فجور پیوست شدن آنها، پیامبر اجازه داده بودند که عبدالله ابن رواحه و یا شاعران دیگر با شعرهای خود این نمود فجار را مسخره کنند، آبرویشان را برند، بگذار مردم بدانند که اینها کیها هستند. اما ما وقتی میگوییم آبروی بزرگان را نبرید، اینها انسان‌هایی هستند که در حقیقت بزرگ هستند و بزرگی یک نفر را پس از آنکه الله تعیین کند خود خلق الله هم میدانند، در نزد مردم هم عزیز هستند. اما چگونه که گفتیم، یکی می آید و دیگر می خواهد آبرو و عزت یک نفر را ببرد با مسخره خود، با طعنه خود و گویا که شوخی هست، در اصل شوخی نیست و آبروبری دیگر. و در وقت شوخی کردن یکی از قاعده های دیگر این است که در آن غیبت و سخنچینی نباشد. درباره غیبت و یا سخنچینی که همه میدانیم که گناه کبیره هست و عذاب قبر هم شروع می شود از سخنچینی. ولا یغتب بعضکم بعضا، هرگز همدیگر را غیبت نکنید. آیتی هست که تقریبا همه میدانند، ولی گاهی می شود که شوخی ما با غیبت، با خود غیبت عبارت است و وقتی میبینیم یک نفر را نشسته است و در بین جمع از نام یک نفر صحبت میکند و خنده میکند و خنده میکند و گویا که او شوخی کرده ایستاده است، اما نفری که او درباره او شوخی کرده ایستاده است الان در بین وجود ندارد. و معنای غیبت این است که از نام کسی، درباره کسی، صفت نفر را تو میگویی، او الان وجود ندارد و او اگر شنوید از آن خوشش نمی آید، این را دوست نمی دارد. عیناً این شوخی ما هم به غیبت آمیخته است و هم اون نفری که در اینجا نیست از این راضی نیست. پس وقتی شوخی میکنیم یا یگان کاری را شد یا چیزی گذشت که خیلی خنده آور بود و ما میخواهیم به دیگران نقل کنیم، بیایید از صاحب حکایه اول اجازت پرسیم که همون شوخی که گذشت اگر من گویم شما اجازه میدهید یا اجازه نمیدهید. بعضی ها به خرسندی اجازه میدهند، میگویند یک شوخی بود، یک حکایچه عجایب بود، میتوانی از آن ماجرا نقل کنی. اما بعضی ها میگویند جایز نیست که درباره من این شوخی را بگویی چون آبروی من میرود. برای همین آبروی یک نفر را ریزانیدن هم با شوخی های غیبت آلوده می شود. در وقت شوخی کردن نباید ما غیبت نفره را کنیم و یا درباره کسی شوخی کنیم که در بین ما وجود ندارد و راضی نیست. اما اگر راضی بود خیلی که گفتیم اشکال ندارد. و سخنچینی هم همین طور، ما به یک نفر خبرکشی کرده ایستادیم اما با خنده خنده، با شوخی شوخی. مقصد اساسی ما باشد اینجا چی است؟ نمامی یا خبرکشی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا یدخل الجنه نمام، نمام و سخنچین هرگز داخل جنت نمی شود. و این چنین وقتی درباره شوخی گپ میزنیم و این آخران قاعده و یا شرط و این چنین آداب شوخی است، این است که در داخل شوخی ما سخنهای فحش، سخنهایی که تماما گفتن او حیا را میشکند، بی حیاگی است، آن را به دهان نآریم. خیلی متاسفم و متاسفانه در جامعه تاجیکی علل خصوص هم در بین جوانها، چه دختر باشد چه پسر، در ما فحشگویی، حقارت کردن، سخنهایی که تماما از حیا دور هستند و نباید مسلمان به زبان گیرد خیلی زیاد است. و گویا که همدیگر شوخی کرده ایستادند، دوستان با همدیگر مشغول هستند با شوخی کردن، اما در این وقت اینها چی کار میکنن؟ یک کلمه های رو میگوین که پر از فحش است و اگر کسی شنید، اگر با حیا باشد تماما خجالت می شود. و سخنهای فحش نباید در داخل شوخی های ما وجود داشته باشد. و اگر در داخل شوخی های ما سخنهای فحش است، اگرچه دیگران رو می خندانیم و خود خرسند هستیم، بدانیم که این گناه است. و الله می گوید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، بگو که پروردگار من فواحش
فاحشگی، بدگویی و اینچنین عملهای زشت و بدراهگی را چه ظاهر باشد چه پنهان همش را حرام کرده است. و پیامبر هم میگویند ان الله لا یبغض الفاحش البذی، براستی که الله بد میبیند هر نفری که بدگو باشد و فحشگو باشد. بدانید که با هزل و شوخی اگرچه شوخی داریم، دیگران را میخندانیم، اما در زبان ما فحشگویی هست، سخنهای بی‌حیاگی است. با این به غضب الله گرفتار میشویم. و مشکلی خیلی خیلی در ما پهن شده این است که اگر کودک با خود شوخی کرد و با ما شوخی کرد و یگان فحش و فاحشگی در سخنش یا حقارت را گفت، همه خنده کنان به او نگاه میکنند. دیگر برای کودک میدچه هم عادت می شود که همیشه شوخی کند و شوخی های او همیشه از طرف سخنهای مسخره آمیزی که در داخلش بی‌حیاگی است از آن بگوید. برای همین باید خیلی احتیاط شد. اگر کودک ما که نه شیرین سخن است و سخن میکند، اگر سخنی بدی رو گفت، حتما باید در این وقت اهمیت دهیم. مبادای اگر او سخنی شرمندگی و یا چیز دیگری رو گفت، نباید با او در این باره اجازه دهیم، برای اون که رفته رفته عادتی می شود و او دیگر نمی تواند خودداری کند. و چیز دیگر اینجا در وقت شوخی کردن بعضی ها متخصصی مسخره کردن کردار و یا حالت ظاهری دیگران هستند. چشم کسی را مسخره میکنند، گفتگوی کسی را مسخره میکنند، سخن گفتن کسی را مسخره میکنند، قد پست قد بلند نفره. و این را میتوانیم ما در کجا بینیم؟ در وقتی که استاد درس میدهد شاگردها استاد را مسخره میکنند و یا حتی در خانه ها عروس را مسخره میکنند، خشتومن را مسخره میکنند. مسخره شکل جسم یک نفر، چطوری که میدانیم هیچ یک انسان برای خود جسم را اختیار نمیکند. ما با کدام صورت تولد شدیم این به اختیار الله بود. در کجا تولد شدیم به اختیار الله بود. اما آداب و اخلاق ما، سیرت ما، این به دست ما است که برای خود کسب میکنیم. برای همین یک نفر را برای ظاهرش و یا صورت خلقی و مسخره کردن هم از گناه می باشد. و چه خیلی که الله میگوید ویل لکل همزة لمزة. همزه وای بر حال تمام همزه و لمزه. همزه همان انسان هایی هستند که یک نفر را شکلش را با زبانشان و یا با دستشان، با چشمشان، با ابرویشان، با ابروهایشان مسخره میکنند. این را همزه میگویند. اما لمزه باشد همان انسان های هستند که با زبان خود نفر دیگر را طعنه میکنند. برای همین وقتی جسم یک نفر را مسخره میکنیم، چگونه که میگویند به قاش خنده میکنی و یا به نقاش، بدانید که ما یک انسان را نه بلکه خالقی که او را با همین شکل آفرید به او طعنه زده ایستادیم. و مسخره کردن یک نفر، چشمش، آوازش، باریکی آوازش، غفصی آوازش و یا هر چیزی که در صورت وی و در شکل وی هست دور از انصاف و عدالت و البته گناه هست که انسانی عاقل وقتی فکر میکند میبیند که چطور او به این نفر طعنه میزند، مسخره میکند، در حالی که این نفر جسم خودش را، پای کج خودش را، ابروی بیزه به خودش را برای خود انتخاب نکرده بود. و این بود شنوندگان عزیز برنامه آستانه درباره شوخی کردن. و گفتیم وقتی شوخی ها از حد گذشت دیگر تمامی آبروی خود و آبروی هر نفری که در اطراف ما هست آن را از بین میبریم. و الان میبینیم که اینجا یگان نفر هست که در آنجا سوال داده ایستاده است. اگر سوال بود به سوال ها جواب میدهیم و انشاءالله همینطور هر روز جمعه با هم در برنامه آستانه آنلاین قرار داریم. عزیزانی که صدای ما رو میشنوید میتوانید از طریق واتساپ و خودی به یوتیوب میتوانید سوال های خود را فرستید. اینجا سوال آمده است که با زن نامحرم آیا شوخی کردن ممکن است یا نه؟ البته پیش از همه با زن نامحرم در غیر ضرورت حتی صحبت کردن جایز نیست. با زن نامحرم فقط در حالتهای
ضروری آمدن، درباره خرید و فروش، درباره چیزی که برای شما ضرورت صحبت میکنید. در غیر آن وقت صحبت کردن با نامحرم زیاد می شود و انسان به خود فتنه ها نزدیک شدن میگیرد و چی رسد به شوخی هایی که از اکا و از خواهر شروع می شود و رفته رفته این دو نفر به خیانت و به کارهای دیگر دست میزنند. و وقتی که شوخی گفتیم این را بدانیم که شوخی را ما با نزدیکان خود، همسر، فرزند، عائله، دوست نزدیک خود میکنیم. کجا رسد به نامحرم که حتی نگاه کردن به نامحرم در غیر ضرورت جایز نیست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. و مردهای مسلمان و زنهای مسلمان بگو چشمهای خود را حتی از نگاه کردن و نامحرم نگاه دارند. کجا رسد به شوخی کردن که اولش با شوخی شروع می شود، آخرش با چیزی که گناه است و اختلاط است و حتی خیانت به خود دین الله، خیانت به همسر است و آخر می رسد و آبروی یک دخترک از این شوخی ها می رود، آبروی یک عائله می رود. و بگذار هر یک دخترک که ناموس تاجیکی و اسلامی دارد بداند که نباید با مرد بیگانه و نگذارد که با او شوخی کند. و اینجا خیلی چون سوال آمد، من در همین باره میخواستم چیز دیگری رو اضافه کنم. در ما خیلی که مشهور است در تاجیکستان، اساسا در یک خانه دو برادر یا یک چند برادر زندگی میکنند و در وقت زندگی کردن در آنجا همسری برادر هست و بعضی ها گمان میکنند همسری برادر برای یک نفر در طرفهای جنوب هیور میگویند محرم است و با ینگه خود هیورها و یا برادرهای شوهر شوخی میکنند. بعضی حتی به چیزهای صحبت میکنند که آن را به جز شوهر به دیگران گفتن ممکن نیست. از شوخی هایی که در درونی عائله هم میشود ما باید پیگیری کنیم، احتیاط شویم، برای آنکه هیور و یا برادر شوهر اگرچه او خویش و تبار شوهر ما، صله رحم شوهر ماست، و ما نامحرم است و در نزد او برای زن مسلمان به حجاب ایستادن جایز نیست و شوخی کردن، علل خصوص شوخی هایی که به بی‌حیایی میکشاند، تماما جایز نیست. و اینجا سوال دیگر آمده است که شوخی با همسر شوخی کردن ممکن است یا نه. البته درباره شوخی کردن با همسر ما در برنامه گذشته می توانید از تلگرام پیدا کنید. در آنجا بودن که ما گفتیم درباره شوخی های پیامبر با حضرت عایشه و شوخی کردن را پیامبر صلی الله علیه و سلم مداعبه با همسر را نیست یکی از صدقه یا عملهای ثواب میدانند. و وقتی که حضرت عایشه به پیامبر میگفتند که پیامبر الله من درد سر دارم، پیامبر میگفتند نه ترس، اگر که تو مردی من خودم تو را میشویم و کفن میکنم، که البته این با شوخی بود. و یکی از شوخی های دیگری پیامبر این بود که البته که حضرت عایشه وقتی ازدواج کردن دخترکه بودن که نورست، در خانه اشان یک اسبچه داشتن، اسبی که قنات ها داشت. پیامبر میگفتن عایشه مگر اسب هم قنات داشته است؟ برای چی این اسب تو قنات دارد و آیا با این بالها پرواز میکند یا نه؟ حضرت عایشه میگفتن آن اسبی که حضرت سلیمان داشت او هم بال و پر داشت، دیگر اسبهای من هم بال و پر دارد. و درباره یعنی سخنهای پیامبر اگرچه شوخی بود با همسری خود اما دروغ نبود. و بار صفیه همسر پیامبر میگویند همسران دیگری شما به من میگوید که تو پیشتر یهودی بودی. خیلی که میدونیم صفیه از قبیله یهود بودن، سپس مسلمان میشوند و همسر پیامبر میشوند. و پیامبر میگویند وقتی تو را مسخره کردن که تو پیشتر یهودی بودی، تو به آنها فخر کرده بگو من پدرم موسی هست، عموی من هارون است، شوهر من محمد است. یعنی هم شوخی کردن، هم چیزی راسته رو به صفیه گفتن، هم دلبرداری به صفیه بود که گفتن هرگز غم نخور از آن طعنه‌ای که به تو میکنند که تو یهودی هستی. نه، یهود اگرچه یهود است پس از مسلمانیش میدانیم که دو اجر رو میگیرند، اجر یهودی پیشتر بودش و مسلمانی که الان شد. و آنها به موسی هم ایمان داشتند، به هارون هم ایمان داشتند و این را پیامبر به صفیه میگویند. اما شوخی که با شوهر می شود و یا زن با شوهرش، شوهر با زنش می کند، اون هم باید
آداب هایی که الان گفتیم رعایت شود. شوخی کردن با نام مادر زن، شوخی کردن با نام پدر زن، خواهر زن، برادر زن که اساساً خیلی معذرت میخواهم بعضی از مردها وقتی با زن خود شوخی میکنن هم مادر تو یا برادر تو یا خواهر تو یک خصلت یا یک عیب از عائلوی را به زبان می آورند و گویا که شوخی کرده ایستادن، در حالی که قلب زن پاره می شود. زن در این وقت اگرچه خنده دارد که این شوخی است، اما در قلبش می گوید این مادری مرا طعنه کرده ایستاده است، تحقیر کرده ایستاده است. برای همین در وقت شوخی کردن رعایت شود، مبادای عائله همسر رو ما یک باره مسخره نکنیم و یا خود همسر رو در اخلاقش در یگان کارش مسخره نکنیم که این شوخی ما موجب درد و غم او و حسرت او شود. برعکسش هم وقتی زن با شوهرش شوخی میکند خیلی باید زبانش را نگه دارد که مبادا مادر شوهرش را، پدر شوهرش را شما در خردسالی چنان بوده اید، شما چنان کرده اید، شما یک نفر را پیشتر دوست می داشته اید. بسیار شوخی های بی‌مزه زنها در این است. میگویند تاریخ شوهر خود را کفت و کوف میکنند، سپس میگویند ها من شنیدم شما فلانی را در جوانی دوست می داشته اید، یا نام یگان زنی که یک زمان چشم شوهرشان افتیده بود آن را میگویند و شوهر هم یک باره با غرور مردانگی میگوید آره من او را دوست می داشتم یا چیز دیگر میبینید که از این شوخی یک عائله به جنگ و جنجال و خرابات تبدیل می شود. برای همین اگرچه با زنی خود و یا شوهری خود شوخی داریم بیایید رعایت کنیم که مبادا در تیغ زبانی ما، در همون شوخی ما نفرت دیگری را نسبت خود نخیزانیم و یک باره از شوخی به دیگر بمب زدن و جنگ و جنجال و ولنگاری سر نزند. و اینجا یک سوال دیگر هست که میگویند این برنامه شما رو ما همه وقت از رادیو پیام گوش میکنیم و فکرم هفته گذشته درباره شوخی گپ زده بودید. من میخواهم از شما پرسم که با پدر و مادر آیا شوخی کردن ممکن است؟ بعضی هم میگویند که با دروغ شوخی کردن ممکن. چگونه با گپ راست شوخی میکنید؟ همین رو میفهماندید. پیش از همه برای شما رحمت و تشکر بی پایان که برنامه های ما رو پیگیری میکنید. با پدر و مادر خود شوخی کردن جایز است، درست است، اما آن هم حد و حدود خود را دارد و البته که فرزندی با خرد و با عقل پدر و مادر خود را میشناسد و او میداند که در کدام شوخی پدر و مادر او خنده میکنند و کدام شوخی به پدر و مادر او سخت مینشیند. برای همین حدود شوخی کردن با پدر و مادر مثل شوخی کردن با خواهر و برادر نیست. مبادای طعنه اش نکنیم، مبادای پستش نزنیم، مبادای در شوخی کردن دلش را نشکنیم تا که گریه کند. برای همین وقتی شوخی میکنید و پدر و مادر خود را که البته که خوب میشناسید، شما باید بدانید که از کدام شوخی ها خرسند میشود، از کدام شوخی ها غشش میآید و مبادای در داخل شوخی احترامی پدر و مادر را پایمال زدن نباشد. برای آنکه چندین بار هم در قرآن و هم در حدیث به ما درباره برالوالدین نکویی کردن به پدر و مادر تاکید می شود و نکویی کردن به پدر و مادر اول شده احترام می باشد. وقتی همه کار را برای پدر و مادر میکنیم و احترام نداریم، بدانید که اولین درجه برالوالدین در ما وجود ندارد. مبادا شوخی کردن گویان قدر پدر و مادر را نزنیم و علل خصوص پدر و مادر در نزد خویش و تبار آبروی خود را دارند. البته این رو میدونیم مخصوصا در نزد عروس، در نزد دامادها مبادا پدر و مادر را در نزد خویش و تبار با یک شوخی و یا یک کاری چی گویم کاری که خیلی خنده آور بود و پدر و مادر انجام دادن، اون رو در نزد خویش و تبار میگوییم. خویش و تبار همه خنده میکنن، اما پدر ما و یا مادر ما تماما
آبرویشان می رود. برای همین علل خصوص در مابین جمع یا در نزد کلین یا در نزد داماد، در نزد همسایه، وقتی درباره پدر و مادر چیزی گفته شوخی کردیم، بدونید که مبادای آبروی آنها نریزد و بعد از این آنهایی که خیلی تیغ زبان هستند، ها فرزندت گفته بود گویان دیگر پدر و مادر ما رو طعنه نکنند. اما به خودشون وقتی روپرو شوخی میکنید، حتما بدانید که از کدام شوخی خوششون می آید، از کدامش بدشون می آید و حتما اگر فهمیدیم که نقطه در شوخی ما به پدر و مادر شاید سخت‌تر رسید، حتما باید معذرت خواهی کنیم. درباره دروغ گفتن چه خیلی که در همین قاعده هایی که الان گفتم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وای بر حال آنهایی که دروغ میگویند تا مردم را بخندانند. پس این حدیث دلالت به آن میکند که هرگز دروغ گفته شوخی کردن جایز نیست. اگر گفتید براستی چگونه ما شوخی کنیم، کارهای خیلی زیادی هستند که راست هستند اما خیلی به شوخی مانند هستند. لابد اگر درباره زندگی شما یا زندگی خودتان فکر کردید، موقف خواهی بود که شما فراموشن یگان چیزی را گفتید، فراموش کردید و یگان کاری را کردید و یا از روی فراموشی چیزی شد، خطایی شد. البته این شوخی است و برای همین یکی از صحابه ها میگویند ما همراه پیامبر بعد از نماز بامداد در مسجد می نشستیم، کارهایی که در زمان جاهلیت کرده بودیم اون را می گفتیم و خنده می کردیم. پیامبر هم همراه ما خنده می کردند. یعنی کارهایی که شده بود خیلی کارهای خنده آور بود، به همدیگر می گفتیم و ما خنده می کردیم. البته که در زندگی کارهایی می شود که راست است گذشت اما خیلی خنده آور است. البته با این گونه می شود خنده آوری کرد و یا حکایه های درباره یگان بزرگان زندگی نامه پر کتاب ها هستند، می توانیم از آن پیدا کنیم و حتی از حیات خود پیامبر و صحابگان. اما مجال ندهیم که در درون شوخی کردن داخلش یکدیگر را با سخنی دروغ بخندانیم. و اینجا سوال دیگر آمده است، من در یتیم خانه کار میکنم، چگونه شوخی ها را توصیه می دهید که با یتیمان کنم تا دل آنها را خرسند کرده باشم، چون که اکثر آنها دل شکسته اند. اکثریت آنها شوخی را نمیفهمند و بددل میگیرند. پیش از همه وقتی در یتیم خانه کار میکنید، سن سال یتیم و با آنها چگونه شوخی کردن خیلی اینجا مهم بود که ما باید بدانیم که آنها چند ساله هستند و به سن سال آنها نگاه کرده درباره شوخی گپ زنیم. لیکن به هر حال قلب یتیم خیلی شکسته است. یک نفری که غمگین است و تماما مهر محبت مادر و پدر را ندید، چگونه که میگویند مهر و محبت را میبینی داده میتوانی، مهر و محبت ندیدی داده هم نمیتوانی. شوخی هم به قلب نفران جایگیر میشود و یا به گفت خودمان میفورد که او اگر در زندگیش آسوده باشد. یتیمی بیچاره که هزار و یک خیالات در فکر او هست و ذهن او مشغول آینده اش است، مشغول گذشته سرسانی هایش هست، برای او هر یک شوخی و یا هر یک چیزی که خنده آور است تماما به او خوش نمی آید. برای همین پیش از همه با آنها مهربانی کنید. به گمان من از خوشبختی یا از خرسندی های شوخی نگاه کرده، یتیمکانی که شما همراهشان کار میکنید به مهربانی نیازمندتر هستند و آنها را میتوانید با یک لبخند، با یک تشکر گفتن، سرش را سیله کردن، برایش یگان هدیه آوردن یا از او پرسیدن که برایت چی بیارم، از چی خرسند میشوی، با اینها میتوانید به قلب یک نفر جای شویم. و اینجا حتما شنوندگان عزیز به یک چیز رعایت کنیم. اگر میخواهیم با کسی شوخی کنیم، باید اون نفر ما رو شناسد و در او ما جایگاه داشته باشه. اگر در نزد یگان نفر جایگاه داشته باشید، او به هر یک حرف شما شوخی هم که نباشد اگر با غرض خرسندی گفتید خنده میکند. برای همین وقتی میبینید یک عالم دانشمند وقتی صحبت کرد و حتی یک عباره شوخی آمیز گفت، همه زل دیگر به قهقه شروع میکنند، برای اینکه مردم او را از نزدیک میشناسند و شوخی او را میشناسند. تا توان میتوانید خودتان را از نزدیک با آنها شناس کنید و وقتی از نزدیک شناس
آشنا شدن مهرتان در آنها جای شد و البته با هدیه دادن، با سخنهای نیک گفتن دیگر می توانید از شوخی ها و یا خرسندی هایی که از کتاب های بچگانه، هزارها کتاب بچگانه پیدا کرده می توانید هم در سایت ها و یا اینکه حتی تمامی کارتون ها و یا فیلم های تصویری هم که هستند در آنجا شوخی ها هست. یک قطعه کوچکش را به سن سال کودک ها نگاه کرده از آن حفظ کنید و برایشان بگویید. و اینجا سوال با کسانی که شوخی را نمیفهمند و به جنگ و جنجال میبرند چی باید کرد؟ انا اینجا ما گفتیم انزل الناس منازلهم. حضرت عایشه میگویند به هر کس به خودش نگاه کرده او را قدردانی کن، جایگاهی او را بده. برای همین وقتی که شما با یک نفر شوخی میکنید، امان از اینکه با ناشناس شوخی کنید. برای اون که نمیدونید که این ناشناسی که با او شوخی کرده استادید شوخی رو میپذیرد یا نه، از اهل هزل و شوخی هست یا نه. و اگر نمیشناسید بهترش با او تماما شوخی نکنید. لیکن نفرانی که شما میشناسید و میدونید که هزل و شوخی رو نمیفهمند، البته که با آنها شوخی نمیکنیم. ما برای چی شوخی میکنیم؟ تا اینکه به قلب دیگران خرسندی را وارد کنیم. دیگران پس از خستگی و یا پس از به ملال آمدن و یا پس از غصه ها یک بار خرسند شوند. ولیکن شما وقتی میدونید که این نفری که در مقابلتان هست از اهل شوخی نیست و اون نمیتواند شوخی شما را برداشت کند، برای چی خودتان را به عذاب و اذیت میمونید؟ بهترش این است که با او شوخی نکنید. و نفری که شوخی را نمیفهمد با او نباید شوخی کرد. و اینجا سوال دیگر، اپا جان چرا برنامه ترازوی عمل را آنلاینی تشکیل نمی کنید؟ خواهرک عزیزم، انشاءالله روز دوشنبه آینده ما در خود سایت پیام ترازوی عمل رو آنلاینی تشکیل میکنیم و انشاءالله ساعتهایش رو هم معین کرده در سایت ها کارگرای رادیوی پیام به شما میگذارند. شوخی که به خنده دور و دراز میبرد آیا جایز است؟ بهترین سوال است. همین نکته رو من ذکر نکردم و یکی از شنوندگان عزیز به ما یادرسی کرد. خنده زیاد قلب رو میراند و این قاعده ما است در شریعت که خنده زیاد قلب انسان رو میراند و انسان وقتی از حد زیاد خنده کرد، مهر او، حسیات او، یک نفر رو دیده رحم کردن او، اینها همش کم می شود و خنده زیاد سبب می شود که انسان از ذکر الله هم دور شود و لابد هر شنونده که خیلی زیاد 1 ساعت و 2 ساعت خنده کردگی هست و یا به آن بزمهای خنده 1 ساعت و 2 ساعت اشتراک کردگی است، پس از آن یک بار حس می کند که گویا که قلب او در سینه اش نمی تپد. برای همین شوخی با یک لبخند، با یک خنده باید تمام شود، نه اینکه خرها دور و دراز دوام دادن گیرد تا قلب ما به مردن برسد. برای همین جابر میگویند ما وقتی در زمان جاهلیت کارهای شده را میگفتیم، پیامبر گاه تبسم میکردن، گاه خنده میکردن. خنده اون قهقه نیست، قهقه که با آواز بلند خنده کنید. خنده عادی با یک لبخند که از همه خنده پیامبر نمایش شدن یا نمودار شدن دندانهایشان بود. و اینجا خنده های زیاد دور و دراز سبب می شود که قلب انسان بمیرد و قلب انسان وقتی که مرد نه لذتی عبادت، نه لذتی غم و غصه دیگران و نه تمام حسیات های قلبی که اساس انسان قلب است و انسان به قلب دیگر سنگ است از ما می رود. برای همین خیلی باید احتیاط شویم که یک مهمانی ما، یک دیداربینی با دوستان رفیقان اونقدر به ها و با قهقه و خنده تبدیل نشود که هم خودمون با قلب مرده از آنجا بیرون شویم و هم دیگر یار و دوستان. و اینجا و برنامه های شوخیگران مثلا خندین کمان رفتن اجازت است یا اینکه از تلویزیون تماشا کنیم؟ پیش از همه درباره خود خندین کمان خودش من سالهای پیش خیلی پیش به این نگاه کردگی بودم. برنامه اگرچه در آنجا مثلا باید از روی شریعت اول جواب دهیم، در آنجا رقص و بازیش هست، مرد خودش رو به زن تبدیل داده یا زنی خود رو به مرد تبدیل داده، یعنی از کارهایی که در شریعت محظور است هست. لیکن خندین کمان یک چیز خوبی دیگر هم دارد که مشکلی های جامعه را که باید حل شود
با طریقه حجو‌نگاری به مردم پیشکش میکند و انسانی که عاقل است در وقت تماشا کردن خندین کمان برابر اون که خنده میکند مشکلی های جامعه را هم در آن میبیند. اما این فقط رابطه است به صحنه ها، اما صحنه های دیگر هم هست که به جز یک رقص های بی‌معنی تقلید کردن به حافظان و سرودخوانان دیگر چیزی در آن نیست و هر یک صحنه‌ای که در آنجا درباره حیات مردمی باشد و شما با دیدن آن یک عبرت گیرید برابر خنده کردن هیچ مشکل ندارد. اما صحنه‌های بی‌معنی از کی هم که نباشد وقتی دیدید و یا یک نفر را رقصش را مسخره کردن، صدای چند نفر را مسخره کردن که برای شما هیچ فایده نمیدهد، از آن باید خود را دور کنیم. و گفته بودیم که برای چی هزل و شوخی در شریعت جایز است؟ برای چی؟ اول شده برای اون که انسان اعصابش آرام می شود و یک باره در یک مجلسی که نشسته اید خرسند می شوید، با هم خنده و شوخی می کنید. اما نه این که تا درجه شوخی کنیم که ما هم گناه را تماشا کنیم، هم به اون پول دهیم و در آنجا اگر 5 تا صحنه باشد فقط یک تاش در آن یک شوخی هست و در آن یک صحنه است که در آن عبرتی است، بقیه‌اش همه رقص و بازی و دیگر چیزهایی که عموما برای مسلمان دیدنش جایز نیست. کجا رسد پول دادن و اسراف پول کردن و برنامه‌های تشریف رو که شوخی میکند و میخنداند تماشا کنیم میشود. و درباره همین هنرمند تشریف که گفته ایستادید، برنامه‌هایش تا حد میدونم از موسیقی و از رقص و از این چیزها خالی هست و اساساً حیات مردم تاجیکستان، مردم مظلوم تاجیکستان را به صحنه‌های هجوی تبدیل داده است و درباره مثلا حیات عسکری و درباره چیزهای دیگری صحبت میکند که اگر آن را به صحنه زنده تبدیل دهند الله میداند این فرعونای بالا به سر آنها چی ها می آورند. لیکن این هنرمند همین درد جامعه را با شوخی، همش را نه یک قسمش را با شوخی میبرارد و برابر دیدنتون مخصوصا درباره عسکرها وقتی که اینها یک برنامه داشتن برابر خنده کردن انسان گریه هم میکرد برای آنکه حال زاری عسکر مظلوم تاجیک بیچاره را اینها در یک صحنه هجوی نشان داده بودند و انشالله چون رقص و بازی در داخلش نباشد، موسیقی های زیادی در داخلش نباشد، یک صحنه های عادی درباره مشکلی های جامعه که هست هم خنده میکنید هم جامعه را از نزدیک میشناسید، انشالله هیچ گناهگار نمیشوید. و در سوال دیگر، آیا شما خودتان شوخی میکنید؟ مثلا چگونه شوخی ها را استفاده میکنید؟ راست دیگه سوال خصوصی است. من خودم اگر شوخی میکنم، البته انسان به شوخی نمیشود و جمعی خواهرانی که در ما هستند در گروه های درسی و در برنامه ها شوخی های مرا میدانند و از شوخی های من این است که مثلا از شوخی بسیارتر درباره عیب های خودم میکنم یا اینکه شوخی با یگان چیزهای که مردم همه در این چیز هستن از آن. برای مثال کوچک، به نزدیکی یک خواهر درباره زن دویم پرسیده بود که زن دویم همین خیلی است و چی کار باید کنیم. من درباره زن دویم پیش از آن که شروع کردم گفتم الله مرا برای زن دویم و یا برای بغجان یا زن دویم گرفتن شوهرم نرساند. یعنی در اولش با همین شوخی شروع کردم که پیش از آن که به سوال جواب دهم میگویم که پیش از همه الله مرا به همان روز نرساند که در حالتی که شما الان قرار دارید. و شوخی در پیامبر بود. شوخی ها زندگی ما رو مخصوصا با فرزندان ما، با همسر ما، با عائله ما، با اطراف ما، با شاگردان ما، با استادان ما زیبا میکنن. علل خصوص استادانی که در درس هایشان یک کم شوخی دارند، میبینید که چقدر شاگردها در اطراف آنها با لذت و با تمام احساسات درس های آنها را گوش میکنند. و اینجا شنوندگان عزیز، وقتی درباره شوخی گپ زدیم و جدیت گپ زدیم و اینجا اگر خطا نکنم درباره احکام یا آداب شوخی وقتی من صحبت کردم خیلی زیاد از آن شنوندگان را برحذر داشتم که شوخی نکنید با غیبت کردن، با مسخره کردن، شوخی نکنید با شخصان بزرگ. این معنایش این نیست که تمام شوخی و شوخی دیگر حرام است. چه خیلی که گفتم انسان‌هایی هستند که در حق آنها همه مسخره روا است، مثل انسان‌هایی که چه خیلی که ابو لهب و
پیامبر خودشون با این سوره خود مسخره برای ابولهب و همسرش بود که خود سوره تبت یدا مسخره میکند. یک مشرکی که اینقدر بر ضد پیامبر بر آمده بود، انسان هایی که میشناسد بر علا به گناه کبیره و فسق و فجور آمیخته هستند، انسان هایی را میداند که تمام عمر به ظلم مشغول هستند و فخر میکنند، انسان هایی که میداند که هیچ ایمان در قلب آنها نیست، بر علا بر ضد دین الله، حجاب و ریش و دیگر ارزش های اسلامی و انسانی می جنگند. در حق آنها همه مسخره و همه غیبت اینها روا است. هرگز در این باره نمی توانیم بگوییم که آنها حرمت خود را دارند، احترام خود را دارند، حالا که احترام حرمت آنها کیها زیر قبر شده است. و اینجا برنامه آستانه را به آخر می رسانم و با امید آن که عزیزان از این برنامه فایده گرفته باشید و فایده من و دیگر همکارانم و پیام به شمایان برسد. با امید آن که در هفته آینده در همین ساعت با هم باشیم. شمایان را به الله یکتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.